از آدم ها 50,000 لیره گرفتی. من از کسی چیزی نگرفتم. پس مبلغی در صورت حساب بوده چیست؟ عکس هایی در روزنامه نشر شده چیست؟ نجیب اعتراف کن، ما را هم خسته نکن. همه خطا میکند، در اینجا یگان چیز نافهمو نیست. همش رو یک به یک نقل کن، همش به مثل روز روشن است. مرا گوش کنید آقای سوها، شما میدانید که من پول نگرفتم. شما خودتان خوب میدانید که من بی حیا و پاره‌خور نیستم. شما همان روز همانجا بودید. آنجا بودم؟ نجیب، هرچند خود را سفید کردنی شوی هم امکان خلاصی نداری. شما با من زنگ زدید، شما دعوتم کردید. ثبت‌های تلفنی البته هست، اما آنیق است که کامیراها کار نمی‌کردن همان روز. ثبت تلفن گفتی؟ کفت کام کردم. افسوس که ثبت نیفتم. نجیب، چخیره که گفتید از مسئولان ثبت‌های کامیراها را طلب کردیم. همان روز ویران بودند، حتی حجت‌های تعمیرگر را پیشنهاد کردند. چه سیر است، کامیراهایی که 365 روز ثبت میکنند همان روز ویران شدند. قایل شو برادر، بهانه جستن دیگر فایده ندارد. تا امروز به همه درس وجدان میدادی، همه‌اش افسانه بوده است. معلوم شد، در آخر معلوم شد که چگونه آدم بوده ای. گفتم آقای سوها که چگونه آدم بودنش به قریبی آشکار می شود. اگر بینی باوری کس نمی آید. 50,000 لیره. من اینقدر پول را هیچگاه ندیدم. اوچه اکنون برادرم چی می شود؟ الپرین سخنهای بیهوده نگو. معلوم است که یگون خطاگی شده است. خواطر نشاشر بچه. دادت حاضر می آید. با سوالهایشان جواب می دهد و می براید. البته یگون جوی ترس نیست. بچه ها گوش کنید. نجیب سردان ناگهان دستش رو برید. یگون چیزی یا بید تو ببخید. دستش را برید است یا یگون کاری بد شده است. هیچ کاری بد نشده است. آرام شو. نجیب. دادا جون شما رو یاد کرده. داداش ما رو سخت یاد کرده. شو پرونه همش خوب نشود. شو چی گپ است؟ حاضر وقت بازپرسی است. اینجا را به باغچه بچگان تبدیل دادید. کنی بیرون زود. گوش کنید آقای سوها، 1 ساعت است بیرون از وظیفتون هر چی که دلتان خواست. با من گفتید همراه هستید و هم در سن و سال از من خیلی کلان هستید. احترامتان کردم. اما دانستمونید که اگر با آیلان یگان ضرر رسد، نه پروکورور میگویم نه راهبر میگویم، دستتون را از بیخش میکنم. نجیب آرام باش. هنر خانم کودک ها رو گرفته به بیرون برایید. دادا التماس بچه ها. دادا مرحمت سردارم. تشکر حاکم. شاهد هم در راه است. حاضر نجیب سیاه را از سفید جدا میکنیم. هیچ چیز معلوم نیست آقای پروکورور. خداوند حق کار را میداند. برایم همین بسنده است. باقی همه بیهوده. درست است که به نجیب مسئله راه دید گذارم. برای چه راه دید گذارم. خواهش میکنم راه دید. ماند گذاریم. رفیقان موکلم در اندیشه خفی جانش است.
التماس کمی از دیگر فهمی کنید. شما هم ما را فهمید. مبادا اینجا به سری موکل با خدا خودی خداش در روزنامه عکسش رو دیدم. راه با درم خبر ده. میروم خبر میدی. اپا گیرید. برای درد سر خوب است. تشکر. به خدا که سرم میکفد. این بازپرسی که تمام میشود که ما رویم. الپرین کو خوراکت را خور شه بچه؟ اکا اگه دیلم چیزی نمیخواهد. میدانم برای آنکه امروز به مکتب نرفته دیل چیزی نمیخواهد. اگه شما هم آدمش رو یافتید او از مکتب نرفتنش خرسند است. دادام رو بازپرسی دارند. فکری مکتب ندارند. در این اول کی فکری مکتب رو میکنند؟ آفرین شیر بچه آفرین. تو فکر مکتب را نکنی معلم فکری تو را میکند. بعد میبینی که احوالات چی میشود. سرکمیسر آن به شرفه که ادعا دارد رشوه دادم آمد. چونان کنم که پولهایشون از دهان و بینیشون زده برایت. رفتیم. های با کجا میشی تو بدن؟ آهسته یک لحظه. برادر اینجا خودش چی گفت؟ رادیت گذاریم. ما با شما دیگر راه را نشان میدیم. راهی بیمارخانه را منفرش و تازه است. برادر چی گفتن میخواهید؟ شما راهزنید مگر؟ از ما راهزن نمیبرد. لیکن اگر شما ما را به این وادار کنید ما هم راهزنی میکنیم. فهماست؟ من نگیدا دوستم میمدا. چه راضی نیسته؟ خدایا خداوندان مگر من به سردارت گفتم که رشوه گیر توبه کردم؟ و من گوش کنه ای قلاب. در داخل کارمند دولتی است که روزش با معاش میگذرد. 2 فرزند دارد. باری هم دست به کاری حرام نزده است. رنج و زحمت‌هایش را در راه حقیقت تنها خدا میداند. اگر با بازار برای خریدن چیزی رود دیلش نمیشود که از ماشین خدمتی استفاده کند. نخواد که وای با پول حرام شما دست دراز کند. ما مگر باور میکنیم؟ یک طرف استیپ گذاریم. در بیرون چی گپ است؟ این چی غواست؟ حاضر میبینم. رازن ها جمع شدن. با بیمارخانه و قرآن شما را گوش کن. بگید چه گپ شد؟ یکم گپ نشده است جناب مدیر. فقط ما خواستیم به این جنابان راه نشان دهیم. اگر یگان کاری غیر قانونی کنید دانسته مانید که از گریبانتان میگیرم. جواب این کارهای کردهتان رو میدهید. برای تهدیدهای کردهتان میدانم با شما چی کار کنم. با شاهد حمله کردند آقای مدیر. چه حمله؟ محترم مدیر اگر ما حمله میکردیم فیغان این جنابان به فلک میپیچید. مرحمت آقای جیهون. خزت آقای جیهون. بیانات می نویسیم و برآمده می رویم. همه اتون رو میفهمم. در غضبی من هم میدانم که نجیب فرزند حقیقی وطن است و گرسنه میگردد و حرام نمیخورد. به این نمود کارها اصل و راه نمیدهد. شما بر خودتان حاکم باشید. تا قانون نبرارد همه کارها بیهوده است. محترم مدیر شما هم میدونید که همه کارها تحریزی شده است. البته میدانم. این یکو مراتبه نیست که به سرمان میآید. نه. از این خاطر آرامی و احترام را گم نکنید. فراموش نکنید که رفتار حق و ناحق را جدا میکند. فهمیدید؟ فهمیدید مدیر. آفرین به تو الپرین. شعرانه رفتار کردی. بسیار اسلوب زیبایی بود. خوب کردم سازوی شمی. مرحمت آقای جیهون. آقای جیهون سخن را دور و دراز نکرده سریع مقصد آییم. اینک روبرویتان نجیب یلمز از شما رشوه طلب کرد؟ بله طلب کرد و من هم دادم. تهمت احمق بی‌ناموس. نجیب التماس آرام باش. مطمئنید؟
البته در طرفخانه وا خوردم اذیت کردیم از من 50,000 لیره گرفت. بسیار خوب. شما بیانات را نوشته می توانید روید تا روز مرافعه دور نروید. تشکر به شما. تو را باشد نجیب موافق قانون به دادگاه می کشیم. این چه جای سراسیمگی است آقای سوهر؟ اینجا سرداری امنیت نشسته است و چکری که بررسیدش معلومات جمع کرده شد برای حمایهش نیز دلیل باید جمع کرد. آخر به هیچ کجا نمیگریزد. آقای ادوکات، من هم فکر شما شده نمیتوانم. دلیل ها کفایند. بهترش عدالت را به جا آوردن است. این پرونده رو من برده ایستادم، مانید به انجام رسانم. التماس کار را دشوار نکنید. شما هم در این بازی دست دارید. آقای سوها، وقت شاید به این همه جواب خواهید گفت. تماشابینان محترم، سردار نجیب یلمز که با پاک وجدانی مشهور است امروز به دادگاه کشیده می شود. هرچند همکارانش ادعا می کنند که این همه بر قصدانه و تهمت است، لیکن عکس‌های نمایش داده شده دیگر معنی را ifade می کنند. نجیب یلمز در حقیقت در حالت خیلی وزنین است. اگر نجیب راه یافته خلاص شود هم از این داغ خلاص نمی شود، دائما تحت شبهه قرار بگیرد. تغییر شکل به نجیب می زیبد. سردارم، به شما خبری بد آوردم. ما چنین قدم های خوب می گذاریم، اما دوست های در درون بوده متاسفانه معلومات داده کارهایمان را برباد می دهند. بله، افسوس که احوال چنین شد. میگویند که مادامی که ما ساختیم شما هم سوزید. با حکومت و دولت معلومات می دهند. سردارم، مسئله تبادلات به میان آمده است. اصلش را نابود کردیم، اما نسخه‌اش هست میگویند. از کامپیوتر ثبت شده است، از اصل فرقی ندارد. وضعیت بد است. اگر صرف شود در حقیقت احوال بدتر خواهد شد. همین قطر کافتکاب کردیم اما تا حال نمیدانیم که در دستی کیست. شاید از بینمان کسی ما را میفروشد. تنها این نه، صحبت هایی که با دوست ها محرمانه انجام دادیم ثبت کرده در شبکه اینترنت ارسال دارند. من 50 سال در تقدیر این دیار نقش بازیدم. یک وقتها وزیرها و حتی سروزیرها به اجازت ما قدم نمیموندند، اما حاضر دور دیگر است. شخصی باوریناک هم رفتارهای عجیب میکند. این مسئله چنین نیست پی. در بینمان بعضی ها برای رسیدن به هدفهایمان حیاتشان را میدهند. بعضی ها برای به مقصد خود رسیدن با ما همراه میشوند. توازن قوت دیگر شد، همه را میپرشند و دیگر جا میگذارند. فکر کن در مدت کوتاه و با آسانی به رئیس جمهور و راهبران حزب ها رسیدند. در مسئله های حکومتی در جای های لازمه سخنرانی کردم. صحبت های محرمانه ای که با دوست هایمان کرده بودیم نجیب با رفیقانش ثبت کرده به اینترنت میداده باشد. هیچ امکان ندارد که آنها به مکان ما درآیند. این ثبت ها را تنها شخصانی کرده می توانند که همراه مایند. در طول 50 سال در این دولت بسیار چیزها را دیدم. من با تمام وجودم احساس میکنم که به من خیانت میکنند، اما همه باید دانند که صاحب اساسی این کشور مایم و این کشور را به دست نارسیدی جندکش دادنی نیستم. پی به امانت 100 ساله های اجدادی خیانت نمیکنم. ترکیه را به ترک ها تسلیم نمیکنم. قرار قبول شد. شبهناک نجیب یلمز برای گرفتن رشوه و سوء استفاده از وظیفه عیبدار دانسته شده به حبسخانه انتقال داده می شود. 10 اپریل سال 2009 روز جمعه ساعت 10. اپریل روز عید پالیس نجیب. این عید برایت روز ماتم می شود.
Bir sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık. Haydar diridah dar diridah dar. Haydar diridah dar diridah dar. Haydar diridah dar diridah dar. тамошобинони муҳтарам, каме пештар Наҷиб Ёлмазро барои бозпурсии такроран ба додгоҳ бурданд. аҳли оила ва дӯстон ҳама дар ҳамин ҷоянд. баъди чанд лаҳзае бо пахши наворҳои тоза барномаамонро идома медиҳем. зудтар зудтар камераро ба инҷо биёр, зудтар. دادا مرو نپرتو التماس. اجام دخترم خاطر مشو. وجدانم پاک است. خدا میداند که گناهگار نیستم. حاکم هم از روی دلیل‌های پیشنهاد شده قرار داد. چیکار کنیم؟ تقدیر گفته صبر میکنیم. روزهای دراز خانه نآمدی، تابستان و زمستان نگفتی، دویدی. نجیب مکافاتش همین است مگر خدایا. زنم چون این سخن ها دو کردیم، شب و روز نگفته کار کردیم. هر چی کنیم کارت درست باشد بدخواهانت هم زیاد میشود است. آنها دامهای زیاد دارند، در یکش نفتی در دیگرش میافتی. در دامشون افتیدیم، با خواست خدا با روی سرخ میبرم. شما خود را به دست گیرید تا که من در درون خودم را ناراحت حس نکنم. سردارم غم نخورید، انشاءالله شما را میبراریم و روزی آنهایی را که به سر شما این تهمت را بار کردند سیاه میکنیم. دادا نروی. همه کاری از دستمون آمده را میکنیم سردارم. آرام باشید بچه ها. خدا ما را امتحان میکند که آیا در کار ما صادق هستیم یا اینکه نه. من اون فریبگر را یافته بر سرش سطیل اخلاق را چپا میکنم. سوگن میخورم سردارم. نجیب اگر آزاد نشوی آنها بر ضدت گیوها نقشه کشیده بودند. در برات دو فرزند جسور داری، آنها بال و پرت هستند. من هم غم نمیخورم. مطمئن باشید سردارم. ما هم فرزندانتونم سردارم. نجیب این طور نگوی، التماس. نه برآمدن هم ممکن، نه همه چیز آماده باید بود. دادا جان شاید چون گفتن لازم نباشد. از شما تنها یک خواهش دارم، به ناموس و شرفمان داغ میارید بس است. چی شرط و شرایطی نباشد و چی که نگویم پیش کسی سرخم نکنید. در مقابلی نامردان همه وقت سر بالا کنید. حاضر میخوام که همه تان سر بلند باشد تا که دشمنان رو شاد نگردانید. التماس سردارم، غم شما برایمون مثل کوه گران است. در نبودن من مادر و اپاهت به تو امانت فهمیدی؟ اکنون مرد خانه تو هست. خواهدی نشوی دادا، در نبودن شما اوچه و اپام را خفا نمیکنم. آنها به تو امانت هستند. ما شو بیر اینجا از هم دیگر جدا نکن. ببخشید باید رویم. ملش میرویم. و شما گفتم که گریه نکنید. دادایی خل نگوید. میتوانیم جشن گیریم. از بلای نجیب خلاص شدیم. باید میدانست که با کی سر و کار دارد. فکر میکنم که در محبس عقلش میدراید. سردار دادا سردار میدونم که بیگناهید.
کار با همین تمام نمی شود. آبروی مرکز را نرزانید. آنچه که به سرمان آمد مایوستان نسازد. همه همان می آیم و می رویم. مهم اجرای وظیفه. یک نجیب می رود به جایش 1000 نجیب می آید. در پناه خدا باشید. پناه شما به خدا. پناه شما هم به خدا سردارم. بیا کجایی؟ من کاری عاجل دارم. اگر جیهون را به جایش نشینانم از این دنیا آرمانی می روم. 10 سال پیش به عراق شمالی رفته بودم برای وظیفه. هر روزی خدا ماده های ترکنده می کفد. جنگ ها، سویقست ها، زمین پر از پیران سالان، زنان و کودک ها بودند به مثل وحشی. از ذوق زیاد با پاده گوسفند حمله کرده است. این عمل را نفرانی میکردند که از این اعمال خوششان میآید. دائما خود به خود سوال میدادم این ظالمان کیها باشند؟ من هم با تو هم فکرم. یک روز در کوچه با نفری روبرو شدم از قشلاق ترکمن ها. چنان ترسیده بود که گریسته نمیتوانست. دیدم که کمی دورتر کودک هایش رو اشاره میکرد که پر از خون بودند. چیزی فهماندن میخواست. از من کمک میطلبید. او را گرفتم و با ماشینم پنهان کردم و از آنجا دور شدم. بعد یک چند کیلومتر ماشینم را منع کردند. کفت و کاف کردند. او را یافتند و تیربارانش کردند. من هم 1 ماه در آنجا زندانی شدم. این افسانه ها برای کودکان شب‌آور است. میدانی که وقت خوش کنی پاسبانان زندان چی بود؟ بحث میکردند که کی با یک مشت قبرغه زیادتر شکسته میتواند. یعنی حیات حبسخانه را خیلی خوب میدانم. پس از حال نجیب سردار آگاهی داری؟ همه وقت از همه چیز خبر دارم. میدانی که بومها ساعتهای زیاد در درخت بیکار نشسته چی را انتظار میشوند؟ گوش میکنند دیگیت. آوازهای پایها را که هزارها کیلومتر دورند. همه حیوانها گوش دارند، اما نه همه اشان همه چیز را میشنوند. میفهمی؟ میفهمم، ولی به من جیهون لازم است. پرونده در زیر ماشین است. حاضر از جای میخیزم و تو را نمیبینم. دستایت را بردار، بردار. کشو دستایت را. جواد آهسته‌تر. نجیب سردار امنیت بود. مثل تروریستان معامله کرده ایستاده‌ای. به من چی برادر؟ بیگذار سروزیر باشد. مادامی که اینجا افتید قاعده ها را رعایت کند. با کسی امتیاز نیست. پلیس. پولمونک، کلید مونک. سردارم ببخشید، کمی آدم یکرو است. بچه من هم پلیس شده بود سال گذشته. زنگ زده از شما پرسید. یگان خواهش شود فرمایید. تشکر برادر. یگان چیزی دیگر داری؟ نه.
امضا کن. با من بیا. خدا نگهبانتان سردار. салом асена. غیر از یک دو سوال دیگر همش را پرونده جیهون را برایش دادم. اگر نمی دادم کمبودی می شد. پروا نکن. کار تا آنجا نرفته حل می کنم. مایلش. گورسل به این آدم جای تیار کنید. مایلش تیار میکنیم. خیر خدا نگهبانت. سلام علیکم. و علیکم السلام. از اینجا خلاص کند. سلام علیکم. بیا بیا اینجا خالی است. گرسلکه حاضر به اینجا کی آید که خرسند نشوید؟ انجلینا جولیا آید خرسند میشود. اکا مسخره را یک طرف مانید، حاضر حیران نشوید. به این سو نگرید. کی را میبینم؟ این نجیب سردار. این روزها را هم میدیدیم. دستم افتاد. گمانم راست برآمد. اکا همین آدم ما رو به اینجا فرستاد. خودش گوش کن، دست نرسان، وگرنه از اینجا میپرن. پروا مکنید اکا. تشکر به تو. شنیدم پلیس بوده ای. در روزنامه ها خواندم تو بر ضد سیاهکاران مبارزه برده ای. معلوم میشد که بسنده نبوده است. نگاه کن، ما در درون، آنها در بیرون. تو رو خدا با من فرستاد. تشکر به شما. من خرسندم. من هم. تو رو نمیدانم اول. وقتی من هم خیلی خوش شد. باز واخوره میشود؟ البته میشود، البته. بیا این شب جای ما میرویم. این چه خیلی میشود؟ بسیار نغز میشود. شوهرت در سیاحت است. فرصت غنیمت است. مایلش. کار نمی کند؟ خدایا چرا کار نمی کند؟ این از کجا پیدا شد؟ کی را مانده است؟ این چی خودش؟ یگان معشوقه دیگر داری؟ این چی بلو؟ چی گپ شد؟ جیهون بادی واسیل بیرون برا. التماس رفتیم. بیرون برا وقتی بازی فرا رسید. سیم ها را کنده است. از کجا پیدا شد؟
پلیس را زنگ میزنم. دیونه ای چی؟ چه پلیس؟ از شوهری با من چی؟ سرده میگویم. آرام جنجال نکنه. من به هر دویتان کاری ضرور دارم. چرا باید دروغ گویم پدر؟ اکای نجیب را شما دعوت کردید و حتی خودتان همانجا بودید. دخترم بسیار گم نزن. التماس، نجیب برای نجات خودش مرا تهمت میکند. من اکای نجیب رو خیلی نقص میشناسم. به سخنانش باور میکنم. کاش که شما هم قدری به او مانند میشدید پدر. نباشد اثبات کند. مایلش آخر. لیکن دلیل کجاست؟ نیست. آخر در اونجا 30 کامرا بود. این چه خیلی میشود که یک بار همش از کار میبراید و محض در وقتی به اونجا رفتن اکای نجیب. از برای خدا پدر کی به این باور میکند؟ چی شما کودک را فریب میدهید؟ مایلش. پول را در صورت حسابش من وارد کردم. در جایهای پنهانی من با او وامی خوردم. تنها یک چیز رو به من فهمونید پدر. با کسانی که این دم رو برای اکای نجیب گذاشتن شما یگان علاقه دارید؟ دخترم آرام باش. البته نه. دروغ گویید پدر، دروغ گویید. شما دروغ گویید پدر. نخود شما با من دست برداشتید. شما من رو زدید. دخترم ناخواسته زدم. دست نرسانید. خطا کردم. مرا ببخش مرا. این را بدل نگیر. دست نرسانید. رانا دخترم نیست. رانا دخترم. رانا مثل کودک رفتار میکنی. رانا در رکشو گفتم. بخشش پرسیدم کو. رانا مرا عصبی نکن. رانا در رکشو گفتم. کنی بینم لباس های کلاستان رو کجا پنهان میکنید پدر؟ نباشد با تلفن صحبت کنید. تو هم خوب فکر کن و قرار ده. در رکشو در با بگر بیزنیم. نطورم تلفنی صحبت کنید یا در رکشو. در اینجا خزینه هم بوده است. عجیب، پیشین رو ندیده بودم. اینجاست. این هم نه. یافتم. خودتان در را کشاده بیرون برایت. اگر من کشایم برایتان خوب نمی شود. حاضر تا 10 حساب میکنم. 10. در را کشو گفتم. فکر کشادن در را نکن. 3 گفت. بیا فرویم. 0. تبر دارد. در دستش تبر دارد. برو میکشم. التماس میکنم. از من چی میخوای؟ یاری دیه. این آدم مرا میکشم. یاری دیه. مردم بس بزرگ آخر چی میخوای؟ بس التماس میکنم. بس. نکریزه. التماس میکنم آخر. بس کن. التماس یاری دیه.
آی التماس نکن. التماس چی میخواهی از من؟ چی مقصد داری؟ کارد را گیر. التماس مقصد من بد نیست. میخواهم که تو را در عذاب و شکنجه بینم. آهی مظلومی را که به تهمت گرفتار کرده ای از بینیت برارم. خس باز چی میخواهی؟ احمق، یک بار مرد شو. خس رعنا بیرون برا. مثل پدر و دختر گپ میزنیم. گوش کن، به تو گفتنی ها دارم. بیا برا اکنون. کنی بینیم این چی ثبت است. دخترم بیا. ایستا، طاقت کن. دندانهایت از تهمت گسیدن، کندن در کار، کندن. ایستا، طاقت کن، طاقت کن. اوه، صحت بوده است. پوسیدنی؟ به فکرم در وجود تو یگانه چیزی سالم دندانهایت بودند. تهمت هم همیگونه درد دارد. تا اقرار شدنت دندانهایت را یک تا میکنم. میفهمی؟ میکنم. در این کشور باید لطان خلقش را تو کودکی مگر؟ الحال آنها بیا همراه قهوه می نشیم. بیا دخترم، بیا در رو کشو. بیا دخترم، التماس. اگر نکشایی در رو میشکنم. رانا، شرمندگی نمیخوام. بخشش پرسیدم. اکنون کشو در رو. رانا، در رو کشو. التماس. رانا جان، یک چند کرسی های منصفهای ضروری بیا در رو کشو. بعدی از 2 هفته حتما پیشنهاد میکنیم. کارهایی که در گذشته انجام داده بودیم امروز پیش نظرم می آید و دلم تنگ می شود. زیرا که سالهای زیاد ما حکمران این ملت بودیم. نیز کردیم و ترساندیم و سالها جان، اکنون باید کوشیدیم که با آنها تهمت کرده. رانا، آرام گپ میزنیم. گپ میزنیم زیرا میخواهم که یک چند چیز رو شرح دهید پدر. حساب و کتاب پرسیدیم و از بالای دعوا شدیم. از حمایت کردن خود سر کرده از نقشه‌گذاری و کارهای استراتژیکی نیز محروم ماندیم. من هم فهمیدم که برنامه‌هایی که بعد از انتخابات به نقشه گذاشته بودیم آشکار شده است. حیران شدم. گوش کن، میخواهم همش رو به تو فهمونم. نقشه‌های مخفی ما نقشه گذاری کرده باشد. اگر در نقشه ها بودنی مرا فهمم این مرا که من فهم میکرد. منصبداران سیاستمداران فکر میکنم که طاقت کن. ای مرا سرده. التماس، هرچی که خواهی میکنم. به دادگاه میروی. به تهمتت اقرار میشوی. فهمیدی؟ اقرار میشوی. مایلش هرچی که خواهی میگویم. در دستم ثبت ها هست. چگونه ثبت؟ بخوری ها را ثبت کرده بودم. آنجا همه چی هست آنجا. کجاست آن ثبت ها؟ پروا نکن، همه چی آشکار میشود. بسیار خوب. نمیفهمم. مقصدتان رو نمیفهمم پدر. شما از این دولت و از این مردم چی میخواین؟ به شما چی بدی کردند آنها؟ دخترم گوش کن، این نواری دیدت را نادرست نفهم. ما این وطن را دوست می‌داریم. این چه خیل دوست داریست؟ شما وطن را همین خیل دوست می‌دارید. پنهانی به چشم مردم خاک می‌پاشید پدر. این انسان ها از چیزی خبر ندارند، همش بیچارند.
آنها از خطر و از فریب خوردنشان خبری ندارند. نباشد چی؟ مگر آدمان با نقشه های جنایی شما از خطر ایمن بوده میتوانند؟ آنها را ترسانیده زیر دست کردنید. با ترس مگر آبادی میشود پدر؟ به فکرم انگیزنده خطر شما هستید. شما هستید و مثل شما بر اینها. در درون و در بیرون دشمن‌هایمان زیادند. همه این را برای ملت میکنیم. هر کشوری احتیاج به دوستداران وطن و ملت دارد، وگرنه دشمن در 2 روز کشور را ضبط میکند. این کشور را به 2-3 پایلوچ امانت دادن نمیشود. همه زحمت‌های ما برای وطن است. محبت شما رو من فهمیدم. محبت شما تنها نظارت کردن بوده است. سرچشمه های درآمد را فرو بردن بوده است. فداکاری در اندیشه شما هم نیست، چنانه که مادرم رو دوست می داشتید، وطن رو هم همین خیلی دوست می دارید. تو چی ها میگویی؟ با این کار مادرت را همراه نکن. چرا همراه نکنم؟ برای پیشرفتی کارتون چنان فکر میکردید که 4-1 را به مادرم نکردید. در چشم شما از خدمتگار یا غلامی فرق نداشت. یک بار، اقلا یک بار هم برایش تبسم نکردید. مادرت بیمار بود. من چیکار هم میکردم؟ این را خوب میدانی. چنان محبت میکنید که شما به من همچون به بیگانه نظر میکنید. شما تنها آبروی اعتباری خودتان را فکر میکنید. مادرم رو به گوشه فراموشی پرتافته بودید. رانا، تو نمیدانی چی ها میگویی. خوب نیست. با عیب شما خودش رو کشت. برای شما خلاص یافتن خودش رو آویخت. مادری تو بیمار بود، میفهمی؟ بیمار بود. گناهی دختران شد. تشخیصی نادرست کردند. از فشار و زیرآوری شما مثل چوب خشک شده بود. از زندگی دلش مانده مثل ارواح گشته بود. امیدش را از زندگی کند. اکنون شما با دولت هم همین کار را کرده ایستاده اید پدر. بگویید همین طور. هر چی دیدی فراموش کن رانا. هیچ چیز را فراموش نمی کنم. رفتاری که با من و مادرم کردید و آن مناسبتی که با وطن دارید تا مردنم فراموش نمی کنم پدر. شما به مقصدتان نمی رسید. تا شما بر اینها را در زندان نبینم آرام نمی شوم پدر. این را فهمیده گیرید. از دستم هر چی که آید می کنم. رانا ایستگاه میزنیم. رانا خدایا چه شد؟ قوای بد نیست. این خیلی نمیشد. این بسنده است. میشود. زودتر. کیست اینجا؟ مرده.
پیشت را نگاه کن. خودت را کشتنی هستی؟ ها، کشتن میخواهم. اگر خواهی دورتر است باز یک بار دیگر تکرار کن. تو در اینجا بیهوده گشتن بهتر به بیمارخانه روحی رو. تو کی هستی؟ گپ زن. سلام اسینا. جیهون به سفر برآمد. راهی دوری رفت. گفت که به دادگاه نمی آیم. جوان مرد هستید سردارم. پروا نکنید. اکنون سری کلابه را یافتم. خبری تاجیلی در خصوص جنایت. آخر خودتان فکر کنید. یک دعوای در میان است. آنها میگویند که وطن را حمایت میکنند. من باشم میپرسم که وطن را از آنها کی حمایت میکنند؟ راست میگویید آقای هلدون. وطن های به کردار است، نه به رفتار و گپ‌های بیهوده. به عکس ها نگرید. سنت ها محرمانه است. واقعی چیکار کرده است الله میداند. حاضر به دلیل های جمع شده تا چه اندازه باور کرده می شود که کفالت داده می تواند که باعث قصاصگیری نشده است. و فکرم این قضیه یک روز پیشتر انجام می یابد. آدمان با آبرو عذاب زیاد نباید کشند. همه این گناه ها در یک مدت کوتاه بیان کرده شود. بله تماشابینان محترم، در کشور عاید رشوهخور نجیب یلمز آوازه ها بسیار است. فوجیه پدرت است. اوچا این چی میگوید؟ من در مکتب به دیگران چه خیلی نگاه میکنم. شما هم تماشا نکنید. خاموش کنید. پدرتون نگفته بود که سرتون را پیش کسی خم نکنید. شما مکتب روید، کسی به شما چیزی نمیگوید. حالا چیزی نیست. دادگاه معین میکند. همه‌شون فروخته شدند. اوف اوجا اوف. دادم همین وظیفه رو چرا انتخاب کردند؟ ببینید سرمون از فلاکت خلاصی نمییابد. او نه دوست است و نه جنایتکار است. پدرتون شخصی با آبرو. انشاءالله همه‌اش میگذرد. دخترم گریه نکن. گریه نکنه، دادم میبراید. خدایا خداوندا. شد گریه نمیکنه. بیچارکم. خیر باشد. بخیر باشد در این بیوقتی. چیگه باشد؟ انشاءالله. رانو. اپا رانو؟ چی شد دخترم؟ اپا پدرم. چی شد رانو؟ یا اینکه با پدرت یگان واقعه شد؟ پدرم با آنها بودند. آنها کیند؟ با آنهایی که باقی نجیب دام انداختند. نفهمید. تو چی رو میگویی رانو؟ اپا
چی ها میگویی؟ چی گپ؟ چی میخوای؟ دستشویی باید روم. در این ساعت؟ مایلش گذر. ممکن من هم روم. شکمم درد دارد. کمتر خوری میموری. گذر تیز برگرد. نجیب سردار چی میخوایی؟ چی شد که مرا تعقیب میکنی؟ در اینجا کم چی است؟ چی گپ است؟ کنیده خوب شده است. بخیر است؟ چی حادثه دوستم؟ در این نصف شب ما رو دعوت کرده؟ نصیب باشد نجیب سردار و سحر نشده از محبس میبراریم جورا گوش جان. کن دوستم این کار شوخی ندارد. ما رو مذاق میکنی؟ جورا جان نگاه کن در اینجا اسناد ضروری رو یافتیم. همه چیز آماده است. همه چیز در اینجا ثبت شده است. جورا جان آفرین دوست شیردلم. آفرین دوست جسورم. بیا یک آغوش کنم تو رو. آفرین جورا جان تو شیردل هستی. تماما جسور هستی. آفرین آفرین به تو. جورا جان با پای کنیر خبر دیم چی؟ نه دوستم فکر میکنم تا سحر صبر کنیم. زکی یحیی هم یک بیند. مبادا خطاگی شود. اپای هنر باز دوباره زیر میشوند. راست میگی جورا جان. آفرین بچه ها دستتون درد رو نبیند. نجیب سردار رو میبراریم. کمی است گوش کن. وقتی کمی دارم همین را حس میکنم. مرا آهسته آهسته کشته ایستادند. باید مرا گوش کنی. گوش کن. به تو هم درد سری من زیاد. خیلی مهم است. کی بودنت رو و دنبال چی بودنت رو از روزنامه ها خوندم. آنها مرا خیلی استفاده کرده. حاضر برای مردن به اینجا روان کردن. کیا؟ خیلی چقور رفتن. در وقتش همه یک جا بودیم. بعد شما آمدید و یک زندانی شدن گرفتیم. بعد آنها نقشه دیگری ساختن و نفرهای از اینجا آزاد شدن. آنها بیرونی شدند و ما درونی. به مثل من بسیاری ها حبس شدند و امیدی آزاد شدن نداریم. و آنها هم را نمیشدی. دوست را باید انتخاب میکنی. از کجا میدانستم که چون اینند؟ در اول از دوستی وطن و ملت سخن گفتن. من هم احمق بر این باور کردم. حاضر نوبتی من. در دستم حجت هایی هست که ریشه اشان را میکنم. تو چه حجت داری؟ نزدیک شو. خوب هستی؟ چی شد که؟ با خود بیا. خوب هستی؟ با تو چی شد؟ بیا کمی هم نوش. در اینجا چی گپ ها؟ نمیبینی این آدم بیماری سخت است. قریب که میمیرد. بهانه میکند. گوش کن. ما کارکنان پلیس را برای تو به اینها شده. هر گونه سخنهای ناجا میگویند. کسی به من گپ زند که مسلمان باشد. کی بودنی تو به همه معلوم. ریش و خور مرا نصیحت میکند. زود به حجرت رو.
خوب حاضر نقشدی؟ بیا رفتیم بیا توبه خور پسرم شیرینی خور تو دست می‌داری کو نه اوچا با خدا دلم هیچ چیز نمیکشد رانو آخر یگون چیز خور نه تشکر اپا با جای کارم رفتنم لازم با خدا رفته عریضه میدهم از کار میروم نمیخواهم که لحظه ای از هوایی که آنها نفس میکشند نفس کشم خودت میدونی اما میگویم که کمی دیگر فکر کن در این وقت بیکار گشتن دشوار میدانم اما با آن پول حرامی که یک برده نانم رو خریده میخورم بهترش گرسنه نمانم کیست با در زنیش خانه را به سرمان میریزد؟ نوربانو بین کی باشد؟ اکای میندو هست سلام به اهل خانواده سلام مرحمت کنید ما در اینجا مسخره بازی داریم که تو میخندی ها ممدو شیرواش چکل هستی؟ چی سیری نهانی داری بگو ممدو بخیر است اینقدر خرسند مینمویی بگو پسرم من خوش خبر آوردم از دادم نه زود نمیگویم چی است اول گوید که برایم چی میدهید ممدو من کودک بازی رو به این هم فکرم پریشان است بگو اکای نجیب رو میبراره از سقی اشتیایم گم شده بود خور کفر خور بخلو من هم گروستم گیریم کنی اشتیایم شده شد بیورید اپا جون بیورید احوالات بد است؟ نجیب راهی من مایان شد اکنون میروم از برای خدا نفر یاردم کند ای بچه ها یه مانت مردن گیرد شبی در روز نماد که خواب کنیم پاسبان چیگم؟ عراق شاید این را زود و بیمارخانه باید برد مرحمت آقای سوها این ثبت آوازها اینها عکس ها اینها صورت حسابی بانکی همه چیز به مثل روز روشن است سویقصد بوده است همین از دلیل ها چه خیل به دست آمد از کی اجازت گرفتید نتیجه های لابراتواری هست حقیقت است و یا ساخته آقای سوها اینها رو از خانه اشون یافتیم با این به هدفتان نمی رسید برای چی؟ خیلی خوب میرسیم همه چیز عیان شد آقای سوها یک بار فکر کن معاش گرفته به طرز زندگیت راست میگوید عاقبت این کار برای شما هم خوب نمی شود کارهای شما هم فوش میگردد آگاه میکنم مرا عصبی نکرده شوهرم را از حبس آزاد کن اپا خواهش میکنم خودتون رو به دست گیرید آروم شوید اپا مرا سردید به حالم گذارید مالش آروم باش من تبابت نمیخوام طاقت کن خودت میدونی تبابت نخواهی مسئولیتش به ذمه خودت نمیخواهم نجیب این رو گیر اینها را هم گیر اینها چی هم؟ چرا به من میدی؟ این اسناد است که همه گونه نقشه های تبادلات
و شاهدی نفری را میفهماند. نقشه ها و روی خط نام ها همه چیز هست. تا امروز دنبال چی که بودی همه گونه معلومات ها در اینجا هست. برای نجات خودم حفظش میکردم اما عمر وفا نکرد. نباشد وطن از اژدها نجات میافت. دیگرش را به فرزندم ده. خاطر از من 17 سال است و تحصیل میکند. التماس او را یافته به او ده. باید اینها را بسنجم. آقای سوها، من خودم سنجیدم. ثبت ها اصلی بوده، آوازی جیهون است. برای آزاد شدن نجیب بسنده است و حتی بیشتر از آن. تمامی دلیل های سیاکونی را رد می کند. برای آزاد شدنش بسنده است. آقای گنگار انشالله گفته های درست است. خیال کردم که در چاه افتیدم اما میبینم که در کان افتادم. این را کجا پنهان کنم؟ алло оғои фаррух ман ҷавод аз ҳабсхона барои он занг задам ки гапи муҳим дорам. ҷовид ҳоло вақт надорам. ба маҷлис медароям. вақте ки баромадам хабар медиҳам. салом. گیر مزش را چشم مخصوص از فرانسه آوردم. چه غذای با مزه میخورید؟ انگور خورو باغش را نپرس، گشت است. گیر از این هم نوش. تو را در این سپیدم برای آن دعوت کردم که نجیب را در حبسخانه زیارت کنی. خیلی خبر خوش. با فهمان که چرا نقشه های بدام افتیدنش را کشیدیم. خوب درک کند که مقابل کی کار کرده ایستاده است. دانسته ماند که تنابش در دست کیست. این نوک را هم ببر، هدیه کوچکی از من. غذا خوردنش هم زیر نظارت است. خوب شد که به درون ندر آمدم و این نهاری میکرد. کبوتر در حیات همچون این چیزی فش نخورده بودم. بیا نزد نجیب میره. به نزد نجیب؟ ما با او چی کار داریم؟ برادر اوگه من ناک میخواسته است. ناک بریم کنی بینیم چی خیل میخورد. رفتیم. نجیب سردار به دیدن شما آمدند. خدایا ممکن بچه ها آمده باشند.
خیر است جنابان. برای مکان آیندهتان اینجا آمدید. خیلی خوب کردید. خودتان میدونید که با این رفتار عمر باقی ماندهتان را در اینجا میگذرانید. نه برادر جانی، گفتیم که برادر را زیارت کنیم. گفتیم که دست خالی زیارت نکنیم، عیب می شود. این قدر رشوه خورده است، دلش به حضور نشود. فروخ، از همه زیاد تو خودت میدانی که من رشوه خور نیستم. این طرفش درست، اما هیچ نباشد ناک را خور. مرحمت، ناک نوش جان. و شخصی که لذتش را میداند نعمت است، التفات را رد کرده نمی شود. چیلی که میگویند از رزق روی گرداندن چندان کاری خوب نیست. اگر میدونستم من نیز با دست خالی نمی آمدم. به هر دیتون یک تاگی ناک می آوردم، حتی از بهترینش. آخه شما تنها خوش صفتش رو دوست می دارید. آقای فروخ، این آدم را در اینجا هم عقلش ندار آمده است. با عقل می شود، با عقل می شود. چون برادر تو در این جایی، عائله در بیرون پریشان، به سرشان هر دم بلای آمدنش ممکن است. خدا نشان ندهد باز کسی آنها را آزار ندهد. آنها چندان به پشت و پناه نیستند که شما با آنها درفتید. تو با کارهای ما باید بینی نمیخلاندی. خواستیم فهمانیم که با کی مقابلت نشان داده ایستاده ای. اندازه فهمیدن من روبرو شدن این جنگ تن به تن را میگویند که این کار مردان است. در شما آن هم نیست. تنها از دور فرماندهی میکنید، پاده را به سوی مطیله میدید و از آن هم میترسید که خود را از پس پاده نمودار کنید. نشان دادن خود در این مورد کار مردان است، نه از نامردان. میخواهم برایت گویم که زمان دیگر شد. کشتن تو از کشتن پشه آسانتر است. لیکن این داغ را یک عمر شسته نمیتوانیم. مزه این کلن دیگر است. من نمیفهمم امروز پدرت میبراید، آخر چرا گریه میکنی؟ خودت مردم رو میدونی کو همه هر چیز میگوین، با اونها چی خیل میفهمونم این داغ رو چی خیل شویه. بیعقلی نکن، فراموش میشود. فکر نکن، مهمش اماکی نجیب براید. تو چی کار میکنی؟ گپ نزن بچه رشوه خور. چی؟ چیزی که شنیدی پدرت رشوه خور است. پدرت پول مردم رو میخورد. یک لحظه با من گوش کن. تو کی را رشوه خور میگویی؟ حاضر میکشم، فهمیدی؟ میکشم. با من گوش کن. پیشانه من با مثل شما نیست. افلاسی نمیگیرد، همیان است و هم تازه. میبینیم نجیب، میبینیم. من نزدیک جایها را عوض میکنیم. من در بیرون میشوم و تو در درون و با فروختن رفیقایت سرگردان میشوی. با فکرم شما در اینجا افسانه های زیاد خوانده اید. همه اتان را نیست میکنم. وقتی کم مانده است. باور کنید کم مانده است. آقای فروخ، با فکرم نجیب به بیماری فراموش خاطری گرفتار شده است. بیا برایم. ممکن این واخوری آخری نمان باشد. بیا یک آغوش گیریم. آغوش نه، برای توف کردن میخواهم. آقای فروخ، امروز به شما زنگ زده بودم. بگو چی گفتنی داری؟ شما گونگار گفتنی روزنامه‌نگار را میشناختید؟ همین سحر مرد. خیر چی کار کنم؟ در دوزخ جای بسیار. این آدم پیش از مردن به نجیب روزنامه ها را داد. اسنادی مهمی دارد. نجیب در همین موضوع گپ زد.
کبوتر این مسئله ها به ما دخل ندارد. توبه ما میکردیم. آقای فراغ زود به نو هنگشت خبر دهید. کبوتر از کی باز من به فرمان تو در آمدم؟ فکر نکن. اوه در آنجا جنجال است. الپرین جنگ نکن سرده. چیکار میکنی تو؟ آخه دادم رو رشوه‌خور گفت. چی رشوه‌خور گفت؟ راست میگویم پدرتان رشوه‌خور است. خاموش. من تو را پاره نگیرم. تو چی کردی؟ آنها کودکن. بیا الپرین رفتیم. اهمیت نده. شما هم روید. بخیر است سوها؟ حالت خوب نمی نماید؟ خبرها بد است. جیون ما را فریب کرده است. سمکه پولی که به نجیب برده از جهازی ثبت کننده داشته است و جهاز در دست پلیس است. نه این عجایبات. احتمال است که نجیب آزاد شود. کوشش کردم اما سودی نکرد. پروا مکن، نقشه دیگری خواهیم کشید. برآمدن این نجیب ما را ناراحت نمی کند. ما آبرویش را ریختیم، خواستیم فهمانیم که با کی بازی دارد. همینش بس است. لبای سردار، برایتان یک خبری بد دارم. روزنامه‌نگار با اسم گونگار همین سر مرده است. با نجیب در یک محبس خانه بوده است. از این به ما چی؟ ما روزنامه تبادلات میکافتیم، در دستی او بوده است. پیش از مردنش به ما شپاتی سخت زد. روزنامه را به نجیب داده است. این خوب نشد. روزنامه در دست نجیب است. نمیدانم شنیدی یا نه نجیب را آزاد بکنم. نه خبر ندارم. برآمدنش ناراحتمان میکند. فرخ کار را عاجلا باید دید. نجیب نبرآمدن مسئله او را باید حل کرد. از عهده کار نبرایی. امر شما کفایه است. نجیب را به آن دنیا فرستید. روزنامه را گیرید. این روزنامه به جز دست ما به دیگری نرسد. گوش انداز. در درون یگان آدمی باوریناک داریم؟ هست نامش گرسل. خیلی خوب. کاری نجیب را حل کند. او را تیغ زند. کاردش را به من روان کند. آرایش دیوار میکند. 3 4 5 6 7 8 9 10 آفرین. حاضر بالا بوده ها رو حساب میکنیم. این رنگ‌ها با این موافقت میکنن. فاتحه را به شما میسپارم. 5 6 7 8 9 10 تو حساب کردن گیر. مایش 2 3 4 ملکه با تو گپ دارم. فکر کردم که سخنی آخرانت را گفتی. نه آن آخرین نبود. گوش کن. من بازیچه نیستم. با من بازی نکن. اگر بازی کردن خواهی برایت ماشینچه کلید دور بخر. در کودکی هم چنین ماشینچه داشتم. حالا هم آن را دارم. لیکن کلیدش گم شده است. چرا آمدی؟ تو رو هیچ نمیفهمم. بعضی چیزها را میخواهم برایت بگویم. بگوی نباشد. میدونی که تو رو هیچ نمیفهمم. تو یک معما هستی. باور کن من هم خودم را هیچ نمیفهمم. بیهوده خودت را خسته نکن. تارهای عصب نازکند. تو برای پنهان کردن احساست به هر کار قادر هستی. خودت رو پنهان کرده ای نمیخوای که کسی به دنیای تو وارد گردد. زیرا عاقبت وارد شونده ها خوب نمی شود. نمیدونم چی گفتن میخوای. تو رو نمیفهمم یگید. بهترش خودت بین. با من بیا. با کجا میرویم؟ بیا ولی سوال نده. اگر با کجا رفتنمون رو نگویی به هیچ جا نمیروم. به مزار. رفتیم.
همه از اینجا برایید. هوا تازه شود. زودتر. شما چرا نمیبرید؟ از شب و شکمم درد میکند. از منم اکا. گوش کنید. خودی حاضر باید نجیب را تیر زنید. یعنی که کشیم؟ بله. اکا آخر ما 3 روز پس میبرایم. بیعقلانه گم مزن. نجیب را که کشم راضی هستم که 10 سال دیگر زندانی شوم. این سپارش را که اجرا کردم با پولی میگرفتم آن 10 سال هیچ است. یک تیغش میزنیم و میگوییم که خودمان را محافظت کردیم. پشت و پناه داریم. زود باشد زود. تو رفته در را نظارت کن. نجیب را بگم گیره. من از پشتش کار میزنم. اکا 3 روز پس میبرایم. پسر ما بلای نبیاریم. تو از پی کارت شو. این است سبب دوری جستانم، سبب تیرگی که دلم را فرا گرفته است. آرمانهایم، آرزوهایم یک جا با او زیر خاک رفتند. خیلی افسوس. تو رو میفهمم، اما به خودت جبر میکنی. این مردم کجا رفتن؟ هوای تازه میگیرند. من تو راست کجای میشناسم؟ نه اکا از کجا میشناسید؟ با چشمم شناس مینمایی. آدم با آدم مانند است. نجیب سردار مژدگانی دید. خوش خبر میبراید. میبرایم؟ بله میبراید. آقای ادوکات تلفن کرد. حجت ها را دیده ایستاده است. صد شکر. خدایا تو بزرگی. 10 اپریل روز پلیس رو روز ماتم نکردی. تیار شوید. پس از اندکی برای شما میآیم. خوب شده است. خوب شده است. بله جبر است. اگر من به حیات آنها وارد نمی شدم، حاضر هر دویشان زنده می بودند. شاید خوشبخت هم می بودند. ممکن حیات دیگر می داشتند. هر دویشان جوان مرگ نمی شدند. بلکه چی؟ همه چیز تمام شد و رفت. همه چیز رو پسی سر کردی. اکنون همین خیل تا آخر عمر ماتم میگیری. یگید به من بگوی. پروا نکن. عمر من آنقدر هم دراز نیست. التماس خیل نگوی. من برای تو شدم و قبیل پدرم بر اومدم. فروخ پلید رو از راهم دور کردم. من از تو این را طلب نکرده بودم. نمیگویم که طلب کردی. اینقدر در خود پنهان نشو. کمی هم باشد به صدای دلت گوش کن. تو نمیفهمی. در من دل و احساس نمانده است. از همین سنگ مزار فرقی ندارد.
وجودم پر از نفرت است، قهر است، درد است. گوش کن التماس، با من گوش کن. یک جو برطرف میکنیم، دویمو در پهلویت میشوم. با مرور زمان همه را فراموش میکنی. یگانه خواهشم به هر دویمون امکانیت بده. تنها یک امکانیت. لبای دوستم. زود باش شورا جون، برای برآوردن سردار برویم. خب در حبس ها نما میخوریم. فهم مادر همونجا. یگید به من فرصت لازم است. حاضر باید رویم، بعد گپ میزنیم. رفتیم. چرا تو با کودک جنگ میکنی پسرم؟ اوچه من هم کودکم، چی شده؟ یه زبانش هم دراز. یک بار دیگر بینن که جنگ میکنی به خدا که میکشم. اکا جان مرحمت چوی آی وای بخشش وای چیکار کردم از سوخته ده نه چیزی نیست. چیکار کردم نه همش خوب است. پاسبان بله باسا کم چوی ریختیم. ببخشید یک بیرون رویم. نه آخه لازم نیست، همش خوب است. مرحمت اکا. نیست رو هیچ گم نه. خیلی هیچ گم نه اکا. وقتی بر اومدن لباستون باید تازه باشد. شد همش خوب. اکا باز از من خفه نشده باشید ها؟ حجتی آمدن هم نبود. اوچه وقتی که دادم رو دیدم چونون پریده آغوش میگیرم که اوچه جونده نمیتونم. گپش رو بین، عقلش به همین میرسد. فکرش باز فقط جنجال به رو پریدن سب کردی جونده قربانو. اکنون ما را شناختی ها؟ گرسه سلام. چی گپ؟ بخیر است؟ بخیر است. حاضر سردارم را جواب میدهند. انشالله میبراید. سلام ملیکا. سلام رنا. بیاید زودتر به درون داشتیم. خیلی در هیجانم. گرسه خدمتی توست که من 1 سال باز در حبسانم. باز چقدر انتظار شدیم؟ آخر امضا کنی و باز دیگر کارهای رسمی. این نجیب چرا دیر کرد؟ تیزتر میبر اومدن؟ کمی دیگر صبر کنید. حجت ها را درست میکنند، امضاها میگیرند. جواد نجیب سردار در حجره بود؟ نمیدونم. کمی پیشتر به هوای تازه برآمده بود. خدایا خداوندو در این ساعت کجا رفته باشد؟
راف اکا بیا گریزم که میبینند. نجیب رو ندیدید؟ دین آمده بود. نه من ندیدم او رو. خداوندا. دیر شد که خدایا نخواد آزاد شدن سردار همین قدر دشوار باشه. ولی خودم را ایستو سر من نشو. حاضر پدرت میبراید. بمانده اکا به این هم مرده استاده است. اکا بیا گریزم میبینن ما را. اکا بیا گریزم میگویم آنها ما را میبینن. اکا رفتم. اکا بیا گریزم آنها ما را میبینن. رفتم اکا رفتم میگویم رفتم. اکا رفتم ما را میبینند. بیا رفتم بیا گریزم رفتم اکا رفتم میگویم. کارها کردید؟ جانش برآمد. شد زود به حجرهاتون روید کسی نبیند. روید. رفتم. چی شد؟ او را یافتی؟ نه آخر در بیرون هم نیست در حجره هم نیست. رفته دستوی را بینم. نه تو رفته بین. این رو بینید. سردار ای وای دکتر چی گپ شده باشد؟ این صدای چی باشد؟ شد آرام باشید. درآمد برآمد را بندید. دیگر کسی را قبول نمیکنیم. باز نفر کار زدن. به فکرم مرده است. سلیمان خودمان یافته است. کی بوده است؟ ای با تو چی برادر؟ یک دقیقه چی بود است فرودم؟ دیروز پلیس را آورده بودند. همان است به فکرم. نامش نجمی بود نجیب بود. حامیان فیلم در مرکز پرودوسوری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز ایمان، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمن موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکرو، زهره بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنود و دیگران.